شما برنامه خبری رادیو آزادی تماشا دارید. دیپلمات‌های توجیک به دیدار 3 مهاجر رفتند که در یک زندان روسیه قصد خودکشی کردند. زندانیان گفتند که بنابر بدرفتاری پاسبانان زندان و تنبیه بی‌اساس خواستند که به همین وسیله اعتراض کنند. مومن احمدی با دیپلمات هم صحبت شد که مهاجران را خبر گرفته است و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم و نخست درباره احوال مهاجران پرسیدم. 3 شهروند زندانی تاجیکستان در جمهوری مردویه که 20 روز پیش قصد خودکشی کردند وضعیتشان را خوب ارزیابی نمودند. آنها روز 23 اکتبر در ملاقات با نمایندگان سفارت تاجیکستان در روسیه گفتند بدرفتاری زندانبانها جانشان را به لب آورده بود. مقامات زندانی رقم 22 جمهوری مردویه گفتند که شهروندان تاجیکستان را برای پایمال کردن ترتیبات به اتاق جریمه‌ای انداختند. قبلا پیوندان میرزا علی شاهینوی 35 ساله، میر محمد شیرالیوی 33 ساله و تاج‌الدین شریفی 32 ساله بر رادیو آزادی خبر داده بودند که این 3 نفر روز 4 اکتبر با نشان اعتراض از فشار و اذیت کارمندان زندان رگ دستان خود را بریده بودند. سعید امام کنسول گنرالی تاجیکستان در شهر اوفا روز 24 اکتبر بر رادیو آزادی گفت که کارمندان کنسولگری با 18 محبوس تاجیک از جمله 3 نفری که قصد به جان خود کرده بودند صحبت کردند. از مومن همچنین دایر به ماجرا و سبب‌های تنبیه گرفتن مهاجران سوال کردم. ببینید که محبوسان گفتند که مقامات زندان به نمازخانه‌شان ایراد می‌گرفتند و نافهمی سر همین بود. هرچند نمایندگان سفارت به دیدار زندانیان رفته است، مهاجران گاه میگویند با برخورد نرم با مقامات روسیه در گمان است که وضع تغییر کند. در مؤسسه اصلاحی رقم 22 جمهوری مردویه نزدیک 100 محبوس تاجیک نگهداری می شود. این 3 محبوس اصلا با اتهام خرید و فروش مواد مخدر بازداشت و زندانی شدند. در مجموع در زندان‌های روسیه بیش از 10,000 شهروند تاجیکستان نگهداری می شوند و همیشه از شرایط ناخوبی نگهداری گزارش ها نشر می شود. حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار همساله به روسیه می رود. تشکر. مومن احمدی بود که از وضع 3 زندانی توجیک بعد قصد خودکشی در محبس روسیه تفصیل داد. و بینندگان عزیز، اگر شما نیز خبری دارید و ویدیویی دارید که میخواهید با رادیو آزادی در میان بگذارید، پس به رقم های ما لطفاً بفرستید.